وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا 23 فوریه 5,8284 نفر یا 89.4% از شهروندان کلانسال جمهوری دست کم یک وایه واکسین ضد کرونا ویروس نو کووید 19 گرفتند. از این شمار 4,288,826 نفر یا 76.6% از جمع شهروندان بالغ از سن 18 دو وایه واکسین ضد کرونا ویروس را گرفته. 315,476 نفر الکی وایه سوم واکسین را گذرانیدند. خبر داد روز 25 فوریه خبرگزاری دولتی خاور با استناد به مرکز مطبوعات وزارت تندرستی مقامات تاجیکستان واکسین را یک راه از همه مؤثر و علما اثبات شده پیشگیری از گسترش بازم بیشتر پاندمی می شمارند و واکسین گرفتن از کرونا ویروس را برای تمام اهالی بالغ از سن 18 که تقریبا 5.8 میلیون نفرند حتمی کردند. در تاجیکستان اولو اهالی را به گرفتن وایه سوم واکسین تشویق کرده ایستادند. تاجیکستان تا امروز از سازمان‌های بین المللی و کشورهای علایده بیش از 13 میلیارد وایه واکسین ضد کرونا ویروس به دست آورده است. همه این واکسین‌ها به تاجیکستان به طور رایگان توسط برنامه کوواکس داده شدند. این برنامه را سازمان جهانی تندرستی یکجای با سازمان‌های دیگر خیریه با مقصد تامین دسترسی عادلانه کشورهای دارای و نادار به واکسین ضد کرونا ویروس تأسیس داده است. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان از 19 فوریه به این طرف اینک 6 روز از آغاز پاندمی تا شام 20 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17,388 نفر رسیده. از این شمار 17,263 نفر یا نزدیک 99.3% از جمع سیرویت شده ها شفا یافتند ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. به این ترتیب تا شام 24 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان همگی یک نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفت. در اول ماه فوریه شماره چنین بیماران در یک وقت تا 80 نفر گفته می شد. منتقدان می گویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است ولی آنها نیز اعتراف می کنند که در این اواخر مقیاس پنجشنبه پاندمی خیلی کاهش یافته. درباره وفات ساکنان از این ویروس تقریبا خبری به گوش نمی رسد.